من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. سوره آل عمران هم مثل بقیه سوره ها تسمیت الکل به اسم الجز. چرا به این سوره آل عمران میگویند؟ چون در رکوع چهارمش بحث آل عمران هست. آل عمران حضرت عیسی و مادرش هست. مریم دختر عمران بود، لذا چون بحث اونها در این سوره می آید به این خاطر این سوره را میگویند سوره آل عمران. اما ربط اسمی را هم ابتداء خدمت شما گفتیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما در سوره فاتحه عهد کردیم که بغیر از خدای عزوجل کسی را عبادت هم نمی کنیم، از کسی استمداد هم نمی طلبیم. مثل یهود نیستیم که بقره را عبادت کردند و از او کمک خواستند. مثل مسیحیان هم نیستیم که آل عمران را عبادت کردند، عیسی و مادرش را عبادت کردند و از اونها استمداد میخواهند. و مثل مشرکین مکه نیستیم که حقوق نساء را ضایع کردند. سوره نساء بعد از میاد نه حقوق. مثل این سه گروه گمراه نیستیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعلت اليهود ولا نعبد آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء در سوره النساء ولا نضيعها اللهم انزل علينا مائدة افضالك ورحمتك. خدایا سفره رحمت را که مائده بعد از اون میاد. پس این سوره ها با هم چی هستن؟ اینها ربطشون به این صورت هست که ربط اسمی میگن. اما ربط معنوی چند تا ربط هستن که من یکی دو تا را خدمت شما عرض میکنم. یکی این که ما در پایان سوره بقره خواندیم فانصرنا علی القوم الکافرین. خداوند ما را بر قوم کافرین یاری ده، حمایتمون کن. اکنون در این سوره از همین ابتدا معرفی اون کافرین هست. کافرین کسانی هستند مثل مسیحیان، چون در این سوره بحث تا یک به هر حال بحث طولانی با مسیحیان هست، مناظره و مباهله با اونها هست. کافرین مسیحیان هستند که انبیا را، مقربان خدا را فرزند خدا، شریک خدا، مساوی خدا میدانستند و اونها را در مصائب، در مشکلات فریاد میزدند و میخواندند. لذا در این سوره معرفی کافرین. و ربط دیگری معنوی این هست که ببینید در سوره بقره مباحث زیادی شما خواندید، حداقل 6 تا مبحث بود. اما مهمترین مباحث توحید بود و رسالت رسول الله بود که ابتدا بود و بار بار هم تکرار میشد توحید. و بعد موضوع جهاد و انفاق بود که همه شما خواندید، درباره جهاد بنی اسرائیل که جهاد نکردم و هم درباره انفاق چه مثال هایی. لذا چندین جا بحث انفاق هم آمد. 4 موضوع عمده بودند.
توحید، رسالت، جهاد، انفاق. در این سوره هم همین 4 موضوع بیشتر مد نظر هستند در سوره آل عمران. خب این دوتا ربط شد، ربط معنوی و یک ربط اسمی بین این دو سوره هست. اما خلاصه این سوره این هست که در این سوره به شبهات مسیحیان پاسخ داده میشه، جواب داده میشه. اونا یک سری شبهاتی داشتند، مثلا میگفتند که چرا به عیسی کلمت الله گفته شده، چرا به عیسی روح الله گفته شده. خب این کلمت الله، روح الله همون ابن الله هست. معلوم میشه که ایشون با خدای عزوجل ارتباط خاصی داره. این کلمت الله را خود شما مسلمانان قبول دارید، روح الله را خود شما مسلمانان قبول دارید. ثابت میشه از این کلمات نائب بودن عیسی، فرزند بودن عیسی. وقتی که اون ثابت بشه، خود به خود اینکه ایشون تصرفات داشته، اختیارات داشته، قدرت داشته، خود به خود ثابت میشه. ما هم فریاد میزنیم، از اینها میخواهیم. اشکال دوم این بود که عیسی علیه السلام مرده ها را زندگی میکرد، کورهای مادرزاد را بینا میکرد، مریضهای برست را شفا میداد، از احوال خانه ها خبر داشت. از این معلوم میشه که عیسی علیه السلام متصرف بود، مختار بود، غیبدان بود. هم از غیب خبر داشت، از خونه مردم، هم مرده ها را زنده میکرد، هم کورها را این خب متصرف و غیبدان همینه، غیر از این نیست. اشکال سوم اینه که عباراتی ما از گذشتگان داریم که اونها از اون عبارت معلوم میشه که گذشتگان ما عیسی را عبادت میکردن، فریاد میزدن و دستور دادند که شما هم این کار را بکنید. لذا اکابر ما به ما گفتن، ما اونها را فریاد میزنیم. این 3 اشکال. اشکال چهارم این بود که پیش حضرت مریم بدون موسم میوه ها می آمد. خب این خودش دلیل بود که مریم علیه السلام متصرف و مختار بودن. هرگاه میخواستن چیزی را تهیه بکنن، تهیه میکردن. و اشکال پنجم، پیغمبر دیگر خدا زکریا در پیری برای خودشون فرزندی خدا بهشون داد. خب معلوم میشه که زکریا هم چنان اختیاراتی داشت، تصرفاتی داشت که هرگاه میخواست خدا بهش فرزند میداد. به هر حال این اشکالا 5 تا عمده اشکال هستند مال مسیحیان در این سوره. تا تقریبا بخش عمده و مهمی از سوره این اشکالات جواب داده شدند. الله تعالی اونها را مطرح می فرماید. اما ابتداء ادعای توحید. الله می فرماید الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله همان معبودی هست که هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست بغیر از ایشان. الحی القیوم، 2 تا دلیل. الحی القیوم، حی هست، حی را دیروز در آیت الکرسی و قیوم را هر دو را تفسیر کردیم. حی هست، چنان حیی که موت بر او نمی آید، فنا بر او نمی آید. القیوم ذاتی هست که حافظ و قائم کننده تمام عالم هست. تمام عالم به وسیله او چی شده؟ برپا شده، قائم شده. این دلیل دوم. این الله اینقدر قدرت و تصرف دارد، تمام عالم را میگرداند، پس لایق معبودیت است. نزل علیک الکتاب بالحق، اون ذات نازل فرموده بر شما کتاب را، صداقت رسول الله، بالحق، به حق نازل کرده. یعنی نازل فرموده کتاب را برای اظهار حق یا مطابق حق، راست، هیچ شکی در این کتاب نیست. اینجا نزله ما قبلا خواندیم تنزیل و انزال. فرق تنزیل و انزال چیه؟ نزله کم کم، انزله یک باره. پس این نزله بنویسید نجما فی 23 سنه، آیه به آیه، دستور به دستور، در ظرف 23 سال نازل فرمود.
نزل علیک الکتاب بالحق، به حق نازل فرمود، مصدقا لما بین یدیه، در حالی که این کتاب تصدیق کننده کتاب هایی که بین یدیه قبل از این هستند. بین یدیه بنویسیم من الکتب السماویه، از کتاب های سماویه. مصدقا هم اشاره به دلیل نقلی است، یعنی مطالب این کتاب مثل مطالب تورات و انجیله، مخالف اونها مطالبش نیست. و انزل التورات والانجیل من قبل، الله همان ذاتی است که تورات و انجیل را قبل از این قرآن نازل فرمود. هدی للناس، حکمت انزال نازل فرمود در حالی که هدایت هستند آنها برای مردم. و انزل الفرقان، و آن ذات فرقان را هم نازل کرد. فرقان قبلا شما خواندید که اون چی که فارق بین الحق والباطل است. ببینید این صفت هم برای تورات آمده در قرآن مجید، هم برای قرآن هم آمده، ولی اینجا بحث تورات هم قبلا آمد، انزل التورات، بحث کتاب هم قبلا آمد. بنابراین اینجا علما و مفسران نوشتن منظور از فرقان المعجزات الفارق بین الحق والباطل است. کتاب بحثش گذشت، پس و انزل الفرقان یعنی چه؟ معجزاتی که حق و باطل را از هم تشخیص میداد، خداوند این معجزات را هم برای هدایت بشر نازل فرمود. ان الذين كفروا بآیات الله، بدرستی که کسانی که کفر کردند به آیات الله، این آیات الهی را انکار کردند، لهم عذاب شدید، برای آنها عذاب شدید هست، اونا کافرند منکرند. والله عزیز ذو انتقام، الله عزوجل عزیز هست، غالب هست، میتونه انتقام بگیرد. عزیزون امکانا، یعنی امکان انتقام گرفتن برایش هست. ذو انتقام، ذو انتقام وقوعا، یعنی وقتی که بگیرد انتقام هم میگیرد. ان الله لا يخفى عليه شيء، این علم غیب هست. الله آن ذاتی هست که لا يخفى عليه شيء، مخفی نیست بر او هیچ چیزی، فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین و نه در آسمان. هر چیزی که در زمین و آسمان هست برای الله ظاهر آشکار است، هیچ خفایی نیست. اینها دلایل عقلی هستند. این دلیل عقلی که چی هست؟ بیانگر علم غیب الله هست، عالم الغیب هست که هر چیز را میداند. و هو الذی یصورکم، این جزء دوم دلیل هست، بیانگر تصرف خداست. هو الذی یصورکم فی الارحام، الله آن ذاتی است که صورت میده شما را، تصویر میده، شکل میده شما را، فی الارحام، در رحم مادر، کیف یشاء، به هر صورتی که بخواهد. از یک شکم دو فرزند میاد، یکی شکلش یک جوره، یکی شکلش یک جوره، یکی سیاه یکی سفیده. الله می فرماید نتیجه این دلائل، لا اله الا هو، پس به این نتیجه می رسیم که هیچ معبودی نیست لایق عبادت و پرستش الا هو، مگر او. العزیز الحکیم، آن ذاتی هست که غالب هست، و الحکیم با حکمت است، کارهایش چی دارد؟ حکمت دارد. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. الله عز وجل از اینجا آغاز می فرماید جواب شبهات بر توحید خدا. بعضی از کلمات متشابه هستند، متشابهات را مرادشون را الله میداند. لذا کسانی که به دنبال متشابهات هستند و از متشابهات سوء استفاده می کنند و معنا و مفهوم من درآوردی میگیرند، لذا اینها در زیغند، اینها در
کجروی هستند، اینها مسیرشون مسیر غلطی هست. الله می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، الله ذاتی هست که نازل فرمود بر شما کتاب را، قرآن را، منه آیات محکمات، بعضی از اون آیاتش آیات محکمات هستند. محکمات یعنی از اشتباه محفوظ، یک معنی محکمات اینه. یک معنیش که در مقابل متشابهات است، محکم میگویند آیاتی را که معلوم المعنا معلوم المراد هستند، هم معنیشون معلومه هم مراد و هدف معلومه. مثلا خداوند فرموده ان الله علی کل شیء قدیر، هم معنا را میدونیم هم مراد و مطلب را میدونیم. این آیات را چی میگند؟ محکمات. اقیموا الصلاة آتوا الزکات قوموا لله قانتین. متوجه هستید؟ کتب علیکم الصیام، اینها تمام آیات چی اند؟ محکمات. مراد هم مشخصه، معنا هم مشخصه. دوم متشابهات. متشابهات بر دو نوع هستند، یکی اونهایی که معلوم المعنا و مجهول المراد، معنیشون میدونیم، معنی لفظی، مثلا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بر بالای دست شما، خداوند از جسم که پاک است. ترجمهش را میدونیم، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، استوى یعنی نشسته بر عرش، معنیش معلوم ولی مراد را الله بهتر میداند. اینها متشابهاتند، معلوم المعنا ولی مجهول المراد. نوع دوم متشابهات مجهول المعنا مجهول المراد، نه معنیش مشخصه نه مرادشان، مثل مقطعات الف لام میم حام میم کاف ها یا عین صاد، اینها رمز هستند، اسرار هستند. خدای عزوجل به اینها تنها علمشون را دارد و بعضی میگن رمز هستند بین خدا و رسول الله. به هر حال امت نمیداند. اکنون الله تعالی در رابطه با متشابهات و محکمات میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، الله عزوجل آن ذاتی است که نازل فرمود بر شما کتاب را، منه آیات محکمات، بعضی از آن آیات آیات محکمات هستند. قسم اول کتاب اینها هن ام الکتاب، این آیات آیات محکمات اصل کتابند، شما هم مکلف بر همین محکمات هستید. و اخر متشابهات، و آیات دیگری هستند که متشابهات هستند یعنی مجهول المراد هستند، اما انسان ها هم بر دو نوع هستند. فاما الذین فی قلوبهم، قسم اول، نوع اول، کسانی که در دلهایشان زیغ کجی هست، زیغ یعنی میل عن الحق، به طرف حق رجوع ندارن، از حق معرضن، روی گردانن. کسانی که در دلهایشان کجی هست، فیتبعون ما تشابه منه، علامات اهل زیغ، علامات اهل زیغ، اونها پیروی میکنن، دنبال میکنن ما تشابه منه، آن آیاتی که متشابهات هستند. غرض اتباع چیه؟ هدف دنبال کردن چیه؟ الله می فرماید ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه، اینها فتنگر هستند. و ابتغاء تأویله، و برای طلب تأویلش، تأویل غلطی میکنن، از خود یک چیزی در می آورن، در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل آنها را نمیداند هیچ کسی بغیر از الله، تأویل آنها را بغیر از الله کسی نمیداند. تفسیر صحیح اینه که الا الله اینجا متوقف هست، توقف میکنیم، فقط الله میداند. اما علما چی؟ علما و الراسخون فی العلم، از اینجا بحث علما است که اونها در مقابل این متشابهات چه نظری دارند. و الراسخون فی العلم، راسخان در علم، کسانی که در دین خدا رسوخ دارند، یعنی تبحر دارند، ثبات دارند. یقولون آمنا به، آنها میگویند ما ایمان داریم به این متشابهات، هر چی که مراد خداست من ایمان دارم.
کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، هر یک، کلون هر یک از اینها، چه محکم چه متشابه. کل من المحکم للعمل والمتشابه للابتلاء، هر یکی از محکمات که محکمات برای عمل کردن هستند و متشابهات برای امتحان هستند، هر یکی من عند ربنا، از جانب رب ما هستند. و السکوت عن تأویله، از تأویل متشابهات سکوت می کنند. و تفویض کیفیته الی الله، و کیفیت را به خدا می سپارند. همونطور که امام مالک رحمه الله فرمود که الرحمن علی العرش استوى، فرمود الاستواء معلوم، معنی استوا در عربی برای ما معلوم هست، والکیفیت مجهول، اما کیفیتش که خدا چگونه نشسته مجهول است. والایمان به واجب، ایمان به این واجب است، هرچی مراد خداست ما ایمان داریم. والسؤال عنه بدعت، سوال کردن از این چی هست؟ بدعت است. لذا اونها راسخون هم میگن کل من عند ربنا، هر یک از جانب رب ماست. و ما یتذکر الا اولو الالباب، الله می فرماید از این آیات پند نمیگیرد. و ما یتذکر یعنی و ما یتعظ، وعظ نمیگیرد، پند نمیگیرد، الا اولو الالباب، مستفیدین من الآیات، مگر عقلمندان. عقلمندان پند میگیرند. پس راسخون فی العلم چی میگند؟ یقولون آمنا به. ببینید اینها اینجا صفات راسخون آغاز شده. صفات راسخون اولیش چی هست؟ ایمان، تسلیم شدن. دومی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی این راسخون میگویند، یقولون میگویند ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا دلهای ما را کج نگردان، ما را از اون کسانی که کج دلند، کجندیشند، ما را از اونها نگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بعد از اینکه ما را هدایت فرمودی. و هب لنا من لدنک رحمه، و ببخش به ما از جانب خودت رحمتی. انک انت الوهاب، به درستی پروردگارت تو هستی وهاب، تو هستی بخشاینده، تو هستی وهاب، می بخشی همه چیز را، لذا به ما هم ببخش. ربنا انک جامع الناس، وصف سوم میگویند که پروردگارا تو مردم را جمع میکنی، لیوم لا ریب فیه، برای روزی که هیچ شکی در آن نیست. لا ریب فیه ای فی تحققه، در تحقق آن روز هیچ شکی نیست، کما وصف، همونطوری که اون روز تعریف شده. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده نمی فرماید، وعده خلافی نمی فرماید. اون وعده ای که برای اون روز فرموده، اون وعده محقق می شود. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، اینجا خداوند عزوجل تخویف دنیوی برای کفار بیان می فرماید. ببینید قبل از این دو گروه ذکر شدند، یکی کسانی که زیغ هستند، کجندیشند، کجدلند، و اونها از آیات متشابهات سوء استفاده می کنند. این سوء استفاده باعث کفر میشه. چطور میگه؟ گفته روح الله، روح الله یعنی ابن الله، کلمت الله یعنی جز خدا، لذا عیسی جز خداست، از عیسی استمداد بکنیم. این نوع برداشت های منفی و برداشت های کفری و شرکی از آیات متشابهات. اما راسخون تسلیم محض در مقابل الله، کل من عند ربنا، و دعا برای مغفرت و آخرتشان. خب قطعا این دعاها پذیرفته میشه، پس این دعا هم است و بشارت هم است. اکنون تخویف است برای کسانی که زیغ دارند، کافرند، کفر میکنند. الله می فرماید ان الذين كفروا، بدون شک کسانی که کفر کردند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، دفع نمی کند، مفید واقع نمیشه برای آنان مالشان، دور نمی کند از آنان
مالشان ولا اولادهم من الله شیئا و نه اولادشان از عذاب الله، من الله ای من عذاب الله، از عذاب الله چیزی را دور نمی کند. و اولئک هم وقود النار، الله می فرماید اینها اخگرهای نار هستند، اینها زغالهای آتش جهنم هستند، اینها هستند کنده های اون آتش، اخگر اون آتش که سبب افروخته شدن بیشتر آتش میشوند. مال و اولاد، ملک و سلطنت عذاب خدا را دور نمی کند. ببینی فرعون از همه بیشتر مال داشت، قدرت داشت. کدأب آل فرعون، نمونه‌ای برای عذاب دنیوی، تخویف دنیوی، مثل حال آل فرعون والذین من قبلهم، کسانی که قبل از فرعون بودند. کذبوا بآیاتنا، آنان تکذیب کردند آیات ما را. اونها چی کردند؟ آیات الله را تکذیب کردند. مراد از آیات چی هست؟ ببین آیات دو نوع هستند، یکی آیات تنزیلی، یکی آیات تکوینی. آیات تنزیلی اون آیاتی که بر پیغمبر نازل میشه در کتاب هست، مردم نماز بخوانید، مردم توحید را بدانید، مردم فسق نکنید، گناه نکنید، اینها آیات تنزیلی هستند. آیات تکوینی اینه که انسان از زمین و آسمان، بر و بحر، کوه و دریا، انسان استدلال میگیرد برای چی؟ برای وحدانیت خدا. لذا هر دو نوع آیات را شامل میشه که اونها تکذیب کردن. المراد بالآیات اما المطلوب فی کتاب الله، آلوسی میگه مراد از آیات یا اون آیاتی که در کتاب خدا تلاوت میشوند، المطلوب فی کتاب الله، یا اینکه او العلامات الداله، یا مراد از آیات علامت هایی که دلالت میکند علی توحید الله، بر توحید خدا و صدق الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. روح المانی. پس مراد از آیات این نوع آیات هستند. الله می فرماید کذبوا بآیاتنا، فرعونیان و کسانی که قبل از فرعونیان بودند همه آیات ما را تکذیب کردند. فاخذهم الله بذنوبهم، ثمره یک تکذیب، الله آنها را مؤاخذه کرد به سبب گناهانشان. گناه کردند، خدا اونها را گرفتار کرد. والله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب میدهد، سخت گرفتار میفرماید. قل للذین کفروا، اینجا خداوند خطاب میفرماید به کفار. کفار هر که باشند، یهود، نصارا، مشرکین مکه یا کفار زمان ما. قل للذین کفروا، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسانی که کفر کردند، ستغلبون، ان قریب شما مغلوب میشید، ان قریب شکست میخورید. و تحشرون، و شما حشر میشوید فی الاخره. ستغلبون فی الدنیا بنویس، تحشرون فی الاخره بنویس. ستغلبون، در دنیا هم مغلوب میشید، و تحشرون، در آخرت حشر میشید. الی جهنم، همه شما را جمع میکنن به سوی جهنم میبرند. و بئس المهاد، شدت نار جهنم. و بئس المهاد، جهنم بسیار جای بدی هست. مهاد میگویند رخت خواب را، جایی که انسان استراحت میکند. اینجا جای استراحتی نیست، استراحتگاه بسیار بدی هست. خب الله تعالی هم تخویف دنیوی بیان فرمود، هم اخروی. هم در دنیا مغلوب میشید، شکست میخوری، خار و زبون میشید، هم در آخرت. نمونه دنیا را الله تعالی، نمونه ستغلبون را اینجا بیان میفرماید. قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا، به درستی که هست برای شما آیه، نمونه، درس عبرتی در دو گروهی که با هم ملاقات کردند، دو جماعتی که با هم برخورد کردند. ببینید اینجا اشاره به جماعت مسلمین هست و جماعت مشرکین، و محل التقا و محل برخورد بدر هست. پس ببینید اشاره به قتال بدر. الله تعالی می فرماید این یک نمونه هست، واقعا نمونه هست. قد کان لکم آیتون، آیتون یعنی چه؟
دلالة و علامة لغلبة الاقلین على الاکثرین عددا، دلالتی هست و علامتی هست بر اینکه اقل بر اکثر غالب میشه. فکر نکنید شما کفار جمعیتتون بیشتر هست، قدرتتون بیشتر هست، هواپیما دارید، امکانات دارید، همه چیز دارید. نه، دار و مدار بر قدرت الله، بر نصرت الله است. الله می فرماید اما ببینید مسیر چی باشد، مهم این است کسی که می جنگد به چه هدفی می جنگد. فئة تقاتل فی سبیل الله، گروهی هست که می جنگد در راه خدا، هم رسول الله و اصحابه رضی الله عنهم و ارضاه، اینها رسول الله و اصحابش هستند. چند نفر بودند؟ مثل اصحاب طالوت 313 نفر، اما دشمن خیلی زیاد بود. امکانات مسلمانان را چند بار اشاره کردم، اینجا تفصیلش را میخوانم ولی آهسته نمیخوانم، شما فقط اعداد را اگر کسی میخواد یادداشت کند. امکانات مسلمانان در بدر چی بودند؟ جمعیت چقدر بود؟ و هم رسول الله و اصحابه و کانوا 313 رجلا، 313 نفر بودند عدد اصحاب طالوت. و 77 رجلا من المهاجرین، 77 نفر از مهاجرین بودند، 77 رجلا. و کان صاحب رایتهم علی بن ابی طالب، پرچم مهاجرین به دستی که بود سیدنا علی رضی الله عنه من المهاجرین. ها و 236 رجلا، 236 نفر از انصار بودند. 236 رجلا من الانصار. و کان صاحب رایتهم، پرچمدار کی بود؟ سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه بود. این جماعت 70 خورده، 200 خورده انصار، 70 خورده مهاجر. و کان فیهم 70 بعیرا، تمام شترهایی که داشتن 70 تا شتر داشتند. و فرسان 2 تا اسب داشتند، 70 تا شتر 2 تا اسب. و کان معهم من السلاح 6 ادرع، درع جنگی و لباس جنگی 6 تا داشتند. و 8 سیوف، 8 تا شمشیر داشتند. تمام امکانات این بود ولی الله را داشتند. الله می فرماید فئة تقاتل فی سبیل الله، یک گروهی بود که می جنگید در راه الله. و اخرى کافرة، گروه دیگر که کافر بود. یرونهم مثلیهم رأی العین، می دیدند آنها را 2 برابر خودشان. رأی العین، به دید چشم، به دید چشم. خب کافرتون مراد کی هستند؟ مشرکین مکه هستند که عددشون 950 مرد بود. در رأسشان عتبه ابن عبدالشمس بود که کشته شد. عتبه و شیبه و ابو جهل و امیه و همه، عرض کنم که گنده ها، درشت ها، همه کشته شدن. خب اینها 950 امکانات، تمام زره پوش، تمام فرسان، اسب سوار، تمام هم عرض کنم که هم زره داشتند، هم شمشیر و هم نیزه و هیچ کمی نداشتند. الله می فرماید اینها آمدند در مقابل هم قرار گرفتند. عقل میگه باید اینها غالب بشن، ولی به هر حال وحی چیزی دیگه میگه. الله تعالی می فرماید که این کافران یرونهم، می دیدن، اینجا مراجع ضمیرها خیلی مهمند. یرونهم، می دیدن کافران هم مسلمانان را مثلهم 2 برابر خودشون. اول که دیدند خداوند رعب در دلشون انداخت. این 313 نفر را 2 برابر خودشون دیدند، یعنی 2000 نفر می دیدند. فکر می کردند که اینها جمعیتشون خیلی زیاده. از همون ابتدا ترسیدند، پایشون لرزید. یرونهم، می دیدند آن صحابه را
مثلیهم، دو برابر خودشان، رأی العین، به دید چشم. خب چرا اینطور شد؟ الله می فرماید والله یؤید بنصره من یشاء. رب العالمین تایید می فرماید با نصر خودش، با یاری خودش هر کسی را که بخواهد، قلیلا کان او کثیرا، چه کم باشند چه زیاد باشند. الله هر کسی را که بخواهد تایید می فرماید ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. الله می فرماید در این جریان، در این واقعه عبرتی هست، درسی هست برای عقلمندان. واقعا عاقلان باید درس بگیرند. چه درسی بگیرند؟ که غلبه، پیروزی بر کثرت نیست، بر امکانات نیست، بر قوت ظاهری نیست، بر عدد زیاد نیست، بلکه بر چی هست؟ بر تایید الله است. الله کسی رو تایید بکنه اون کامیاب میشه، موفق میشه. لعبرة لأولی الابصار ای دلالت لهم، دلالتی برای اولی الابصار که ان الغلبه لیست بالکثره، غلبه با کثرت نیست، والهزیمه لیست بالقله، هزیمت هم با قلت نیست، بل کل ذلك بید الله تعالی. لذا مسلمانان اگر امروز کمند، امکانات کم دارند، اسباب کم دارند، نه هراسند. ها اگر خدا را با خودشون ندارند، نصرت خدا را ندارند، خدا را راضی نکردند، خدا را ناراضی کردند، به کتاب خدا پشت دادند، بترسند، پریشان باشند. اما اگر اینها را داشته باشند، هراسی داشته نباشند، چون که الله والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار زین للناس حب الشهوات. این متعلق به ستغلبون است. کفار چرا می جنگند؟ چرا شکست می خورند؟ چون که اون برای چه می جنگند؟ ببین مطمع نظر فرق میکنه. مسلمان چه هدفی دارد، کافر چه هدفی دارد. مسلمان چه دوراندیشی دارد، کافر چطور فقط جلوی پای خودش را میبیند. هدف کافر چی هست؟ زرق و برق دنیا، بلا تشبیه زن دنیا، حب شهوات، خوشگذرانی، عیش. اما مسلمان خب اینها برای اینها نمیخواد جان از دست بده، مال از دست بده، لذا سعی میکنه هم جانش را نجات بده هم مالش را، چون اینها با جان و مال میشند. خب جانش را از هم حفاظت بکنه، مالش را هم حفاظت بکنه، میشه شکست. اما مسلمان به چی میاندیشد؟ به رضای الله، به بهشت، به آخرت، زودتر بره اونجا برسه. لذا نه برای جان پروا داره نه برای مال. این پیروز میشه. الله تعالی اینجا ترسیم فرموده دلیل ستغلبون را و همچنین والله یؤید بنصره را. چرا این پیروز شد؟ چرا اون شکست خورد؟ الله می فرماید زین للناس، آراسته شده برای مردم، حب الشهوات، محبت شهوات. ببین حب الشهوات علما نوشتن با توجه به این آیه و آیات دیگر، کسانی که شهوت پرستند، هوسرانند، اونا هیچ وقت نمیتوانند که قوی باشند، یعنی بهادر باشند، شجاع باشند. همیشه هوسران ها بزدلند. کسانی که این تقسیم الله عزوجل است و طبیعت هست، کسانی که شهوتران باشند اونا چیند؟ بزدلترند. الله می فرماید زین للناس حب الشهوات، برای این مردم مزین شده، آراسته شده محبت شهوات، ای ما یقتضیه الطبیعه. شهوات چی هست؟ من النساء، بیان شهوات است. من النساء، از زنان، والبنین، فرزندان، والقناطیر المقنطره، و همچنین دفینه ها، خزانه ها، خزانه هایی که المقنطره انبار شده هستند، خزانه هایی که اونها را چی کردند؟ انبار کردند. من الذهب، از طلا، والفضه، از نقره، والخیل المسومه،
اسبهای نشانی شده، والانعام چارپایان، رمه‌های گوسفند، شتر، والحرث کشتزار. محبتش با اینهاست. اینها را از دست نده، هدفش همینه، مقصد والایش همینه. خب اینها وقتی که هدف باشند مشخص انسان به کجا میرسد. اما الله می فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا، اینها متاع هستند، کالا هستند، کالای زندگی دنیا هستند. اینها چیزی نیستند که انسان به اینها دل ببنده. والله عنده حسن المآب، نزد الله عزوجل نتیجه بهتر هست، عاقبت بهتر هست. خداوند بهتر از این نتایجی برای شما در نظر داره. اون چی هست؟ اکنون ترغیب الى الاخره. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، بگو ای رسول الله آیا به شما خبر بدهم بهتر از این، بنسبت به درجات، بهتر از این، چندین درجه بهتر، چندین مرتبه بهتر از این. از من ذالکم امور مذکوره، این اموری که ذکر شدن. اما بهتر از این برای چه کسی سراغ دارید؟ برای چه کسی در نظر دارید؟ للذین اتقوا عند ربهم، بهتر از این برای کسانی که اتقوا ربهم. للذین اینجا باز هم تقدیم هست، فقط و فقط این برای کسانی هستند که اتقوا، متقی باشند. اتقوا من الشرک والکفر، از شرک و کفر دوری می کند، از معصیت و گناه دوری می کند. بخیر من ذالکم عند ربهم، نزد رب بهتر از اینها هست. چیه؟ جنات تجری، این اولین انعام برای متقیان. اما این جنت، جنت جسمانی بنویسید. جنات تجری، جناتی هست که جاری است، من تحتها الانهار، از زیر درختان و مساکن آن جنات نهرها جاری. خالدین فیها، همیشه در آن جنات ماندگار، برای یکی دو روز نیست. و ازواج مطهره، و برای آنها همسران پاک. همسران پاک قبلا عرض کردم، پاکی را توضیح دادم. از چی پاکند؟ پاکی در سیرت و صورت، هم اخلاق هم زیبایی ظاهری و از عیوب ظاهری پاکند. و رضوان من الله، این جنت روحانی هست. این جنت جنت روحانی هست، اعلام رضایت از الله. واقعا این درجه درجه بزرگی اگر انسان فکر بکند. و رضوان من الله، رضای از الله، اعلام رضایت از الله عزوجل، این بهتر است. والله بصیر بالعباد، تلقین اخلاص. خداوند نسبت به بندگان بصیر هست، بیناست، خوب میداند بندگان را، چه کدوم دسته از بندگان اخلاص دارند و کدوم ندارند. اکنون بعد از اینکه بالعباد آمد، صفت عباد. کدوم عباد؟ الذين يقولون ربنا، این بدل هست از عباد یا صفت از عباد؟ همان بندگانی که یقولون، میگویند ربنا اننا آمنا. ببینید اینجا توسل هست، اما توسل به چی؟ توسل به ایمان. ابتداء قبل از اینکه سوال بکند، قبل از اینکه چیزی بخواهد، ایمان خودش را وسیله قرار میده. ربنا اننا آمنا، بار الها ما ایمان آوردیم، ایمان آوردیم. الان چی میخوای بنده؟ فاغفر لنا ذنوبنا، این مناجات، این سوال. بار الها بعد از ایمان ببخشای گناهان ما را، وقنا عذاب النار، و ما را از آتش جهنم نجات بده. خب این صفت اول عباد هست، اونهایی که دعا می کنند و از خدای عزوجل پناه می خواهند. پناه از چی؟ از عذاب النار. الصابرین، صفت
بعدی صفت دوم الصابرین والصادقین، سوم والقانتین والمنفقین والمستغفرین، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. الله می فرماید الصابرین، آنهایی هستند که صابر هستند. صابرند. صبر چندین قسمت است. یکی صبر بر مصائب، یکی صبر بر ترک گناه. کسی گناه را ترک کرده بعدم بر این استقامت بکنه، این خیلی مهم است، کمال بزرگی هست. صبر بر ترک گناه. و سوم صبر بر طاعات و بندگی. نماز میخواند دیگه فقط در رمضان نخواند، نماز شب میخواند همین یک ماه نباشد. استقامت. پس بیشتر در اینجا که بحث عبادات هست و صفات متقیان هست، این صبر مصیبت مد نظر نیست، اون را هم میتونیم مراد بگیریم، ولی اصل صبر اینه که بر ترک گناه و بر انجام طاعات. الله می فرماید الصابرین، کسانی که صابر هستند استقامت دارند، و الصادقین، کسانی که صادقین هستند. بنویسید لسانا و قلبا و نیتا، منافق نیستند، زبانشان، قلبشان، نیتشان در همه صداقت دارند. والصادقین والقانتین، کسانی هستند که اطاعت میکنند، فرمان میبرند. والمنفقین، کسانی هستند که در راه الله خرج میکنند مالهایشان را. والمستغفرین بالاسحار، کسانی هستند که در وقت سحر از الله استغفار میخواهند، یعنی نماز شب میخوانند، در دل شب نماز میخوانند و از الله معافی میخواهند. ببینی خداوند عزوجل برای اهل بهشت همه صفات را گفته. یکی فقط میگه من نماز میخوانم، دیگه با بقیه مسائل کار ندارد، در بحث انفاق مشکل دارد، در بحث جهاد خبری ازش نیست. یا یک کسی مال داره فقط خرج میکنه، بقیه عبادات را کوتاهی میکند. ببینی اینا همه نقصند، همه ضعفند. الله عزوجل همه صفات را از بندهش انتظار دارد. به هر حال اون صفات کفار و این صفات مؤمنین. شهد الله انه، برمیگردیم به مدعای سوره که توحید بود، توحید فی العبادت، توحید فی العلویت، اما با این تفاوت که اینجا نقل هست از کتب سابقه. توحید نقل است از کتب سابقه. شهد الله انه لا اله الا هو، الله گواهی میدهد، گواهی الله، و کفا بالله شهیدا، گواهی الله کافی است. الله گواهی میدهد خودش که لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از او نیست. والملائکه، این دلیل نقلی از ملائکه، ملائکه هم گواهی میدهند. و اولو العلم، اولو العلم هم گواهی میدهند. اولو العلم هم شامل انبیاء سابقین و هم علماء سابقین، علماء ربانی، اما گواهیشان بر اساس کتب سابقه هست. قائما بالقسط، همه به قسط و انصاف. اون علمائی، اون اولو العلمی که قسط را قائم میکنند، عادلا، نه علماء السوء مثل علماء یهود که انصاف نداشتند، ظلم کردند، کتمان کردند. لذا همه اینها گواهی میدن. نتیجه و ثمره گواهیشان چی هست؟ لا اله الا هو، نیست هیچ معبود قابل پرستش الا هو، بغیر از او. العزیز، اون عزیز هست. الحکیم، کارهایش با حکمت هست. لذا اینها گواهی میدهند به توحید و حاصل توحید. دین اسلام امروز دعوتگر توحید است. لذا الله تعالی دین اسلام را که منادی اصلی توحید بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، دین مرضی، دین پسندیده، دینی که عند الله هست، معرفی می فرماید. ان الدین عند الله الاسلام، بدرستی که دین، دین مقبول، دین مرضی
عند الله، نزد الله الاسلام هست، اسلام هست. ببینید اسلام یا مسلم، کسی که به این دین گرویده و به این دین اعتقاد و باور دارد، معنیش چی هست؟ المسلم اصلا المخلص لله، مسلم یعنی کسی که مخلص باشد برای خدا، عبادته و غیره، در هر چیز، در عبادت، در همه چیزها مخلص برای خدا باشد. مسلم اصل اسلام به معنی چی است؟ اخلاص است. فالاسلام معناه اخلاص الدین والعقیده لله تعالی. اسلام معنیش چی هست؟ اینه که دین من، عقیده من، اعمال من خالصتا برای الله عز وجل. چنانچه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. این معنی اسلام است و این معنی مسلم است. پس مسلمان اون کسی هست که در همه کارهای خودش، در انجام عبادات مالی، جانی، اخلاص داشته باشد. یعنی چی اخلاص؟ یعنی برای غیر خدا انجام نده. اون کسی که برای غیر خدا انجام میده، برای خوشنودی غیر خدا، اون مسلمان نیست. این معنی اسلام هست. پس الله می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین مرزی نزد الله اسلام هست. و مختلف الذین اوتوا الكتاب، خب دین اسلام که تایید همه انبیا هم بر همین دین هست، پس چرا اختلاف شد؟ اختلاف همون سوالات سگانه، اختلاف چه کسی انداخت، چرا انداخت، کی انداخت. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکردن کسانی که داده شدن کتاب، یعنی اهل کتاب، اهل علم، آخوند، ملا، احبار، رهبان، الا من بعد ما جاءهم العلم، کی؟ بعد از اینکه علم هم آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف انداختند. چی؟ دیده دانسته، نه اینکه از روی جهل و نادانی. چرا؟ بغیم بینهم، به خاطر حسادتی که بین آنها بود. و بنسی و بین دعات التوحید، بین داعیان توحید، یعنی با داعیان توحید حسادت داشتند، اختلاف کردند، کفر کردند. خدا هم برای کفرشون پروا ندارد، هر چقدر ملا و آخوند باشند. و من یکفر بآیات الله، هر کسی که کفر بکند به آیات الهی، فإن الله سریع الحساب، بدون شک الله عز وجل زود حساب گیرنده است، حساب را فوراً میگیرد. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله، اگر با شما بحث کردن، با شما مجادله کردن، اگر با شما گفتگو کردن و مخاصمه کردن، شما اخلاص در ایمان و عقیده و عبادت را به اونها شفاف اعلام کن. فقل اسلمت، خلاصه جواب ما این است که ما تسلیم شدیم خالصتا. پس در کنار اسلام همیشه اخلاص هم باید باشد، چون معنای اسلام را چی خواندیم؟ اخلاص. خالصتا ما تسلیم شدیم. فقل اسلمت وجهی لله، چهرم را یعنی ذاتم را، شخصم را، وجودم را تسلیم الله کردم. و من اتبعن، و هر کسی که مرا پیروی بکند اون هم خالصتا برای الله. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اعلام بفرما برای کسانی که کتاب داده شدند، من الیهود و النصارى، و همچنین امیین، به این جاهلها، امیها، بی سوادها، اینا کی هستند؟ مشرکین مکه. هم به یهود و نصارا، هم به خواننده ها، هم به تحصیل کرده ها. والامیین، هم به بی سوادها بگو اسلمتم، آیا تسلیم میشید یا نه؟ اعتقادا و عملا در مقابل ندای الله. فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر تسلیم شدند، فقد اهتدوا، به درستی که اونها هدایت را یافته شدند، راه هدایت را دریافتند.
و این تولوا، اگر اونها قبول نکردن، پشت دادن، تولوا عن قبول الاسلام و اصروا علی الكفر، از قبول اسلام اعراض کردند و بر کفر اصرار داشتند، فلا یضروک، به تو ضرر نمیرسانند. وظیفه تو چی هست؟ فانما علیک البلاغ، جزئی نیست که بر تو بلاغ هست، رسانیدن هست. والله بصیر بالعباد، الله بیناست نسبت به بندگان، خدا همه چیز را میبیند. فیجازیهم باعمالهم، به اعمال بندگان، به بندگان چی میده؟ پاداش میده، جزا میده. ان الذين يكفرون بآیات الله، بعد از اینکه این تخویف اخروی بیان شد از سوی الله عزوجل، خداوند زجر بیان میفرماید. زجر برای یهود آمدن امروز در مقابل مسلمانان جست میگیرن، مبارزه میکنن، به کتاب خودشون مینازن. الله عزوجل پرونده گذشتهشون را رو میکند. اینهایی که انبیا را، بهترین بندگان خدا را کشتند، اینهایی که همش روی زمین خدا فساد کردند، ظلم کردند، اینها کفر میکنند. باشه کفر بکنند، نتیجهشون بشارتشون بده. الله می فرماید ان الذين يكفرون، زجر بعد از تخویف اخروی، ان الذين يكفرون بآیات الله، مرض اول کفر میکنن به آیات الله، و یقتلون النبیین بغیر حق، مرض دوم اینهایی که انبیا را بنا حق کشتند. بنا حق کشتند، مگه به حق هم داریم؟ بزعمهم، طبق گمان خودشون هم میدونستن ما کار ناحقی داریم میکنیم. و یا اینکه قید اتفاقی هست. خب و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، مرض سوم همچنین انسانهای با انصاف را کشتند. و یقتلون الذین، میکشند کسانی را که یأمرون بالقسط، به عدالت، به انصاف امر میکنند از بقیه مردم بغیر از انبیا. بالقسط یعنی بالتوحید. لذا این انسانهای قاتل، جانی، مفسد، نتیجهشون چیه؟ فبشرهم بعذاب علیم، اینها را بشارت بده، مژده بده به عذاب علیم، به عذابی دردناک، چنان دردناک باشد که دلشون به تکان بیاد. اینها عذاب، این انسانهایی که همیشه در زندگی خودشون عمل به تورات کردند، مردم را به طاعت و بندگی دستور دادند، کارهای خوب کردند، پس این همه کار خوب که کردند چی؟ این کجا میره؟ الله میفرماید، دفع شبهه میفرماید اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، این انسانها، این افراد کسانی هستند که اعمالشان برباد شد، ضایع شد در دنیا و آخرت. کدوم اعمال؟ اعمالهم الصالحه كصدقه و صله رحم، صدقه و صله رحم، جلالین. این اعمالی که انجام دادن هیچ عملی برایشون نمیماند، کفر کرده. و ما لهم من ناصرین، شبهه دیگر، اینها این همه یار و یاور داشتن، انبیا را فریاد میزدن، اولیاء را فریاد میزدن، یه روزی اونها به شفاعتشون، به دادشون برسند. الله میفرماید و ما لهم من ناصرین، نفی شفاعت قهری، هیچ ناصری، هیچ یاوری برای اونها نخواهد بود، نیست برای اونها ناصری. لذا اونها را وقتی که میگویند بیایید به سوی کتاب، بیایید به سوی حق، اونها اعراض میکنند، روی گردانی میکنند، پشت میدهند. الله تعالی زجر برای این اهل کتاب بیان میفرماید، اینها یار و یاوری نخواهند داشت. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیا خبر داری از اون کسانی که داده شدن بخشی از کتاب؟ یدعون الى کتاب الله،
زمانی که دعوت داده می شوند فراخوانده می شوند به سوی کتاب الله، کتابی که در دست خودشون است، تورات و انجیل، لیحکم بینهم، تا که اون فیصله بکند در اختلافات مذهبی، اون کتاب بیاید فیصل باشد. ثم یتولا فریق، امراض اونها، مرض اول تولی، سپس یتولا فریق منهم، پشت میدهد گروهی آنها از آنها، و هم معرضون، و آنها معرض هستند، یعنی روی گردان هستند، انادن. مرض دوم اناد، اونها اعراض میکنند، انادن. دلیل تولی چی هست؟ دلیل اعراض چی هست؟ دلیل اعراض غرور است، آقازادگی هست، پیغمبرزادگی هست. اینها میگن ما آقازاده ایم، ما را کسی در جهنم نمیبرد. اگر ببرند چند روز، 40 روز که پدران ما اشتباهی کردن، گوساله پرستی کردن، همون 40 روز. الله میفرماید که اینها بیچاره ها فریب خورده هستند. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار، این به سبب این است که آنها میگفتند هرگز به ما آتش نمیرسد، الا ایاما معدودات، مگر ایام معدودی، ای 40 یوما، مدت عبادت آبائهم العجل، طبق یک روایت 40 روز، همون مدتی که پدران گوساله پرستیدن. او 7 ایام، بعضی گفتن 40 روز نبود، 40 روز موسی اونجا بود، 7 روز فقط طول کشید. و غرهم فی دینهم، خب چرا این را میگن؟ دلیل هذا القول، دلیل این سخن این است. و غرهم فی دینهم، در دین آنها را فریب داده. چی فریب داده؟ ما کانوا یفترون، افترایشون فریب داده، همین دروغ هایی که ساختند و پرداختند، درست کردند، او اینها را فریب داده. لذا الله تخویف اخروی بیان می فرماید. فکیف اذا جمعناهم، چه وضعیتی خواهند داشت، چه حالتی خواهند داشت وقتی که آنها را جمع می کنیم، لیوم لا ریب فیه، برای روزی که هیچ شکی نیست در وقوع آن روز، فیه فی وقوعه، در اون روز چه حالت زاری خواهند داشت این بیچاره ها. و وفیت کل نفس ما کسبت، کاملا داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده، ما کسبت فی الدنیا، پاداشش را کامل میگیرد، دریافت میکند. و هم لا یظلمون، بر آنها ظلم نمیشه، ذره بر آنها چی؟ ظلم نمیشه، بلکه هر چی که پاداششون هست، اون پاداش خودشون را در روز قیامت دریافت میکنند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.